سلام و عرض ادب دوستان، خسته نباشید. ببخشید نمیدونم کلا سیستم به هم ریخت، همه چی بسته شد. دوستان به کانال دیجیتال آکادمی خیلی خوش اومدید. دوستان میخوام آموزش 0 تا 100 ورد 2024 حالا بهتون آموزش بدم و بگم که نگران هیچی نباشید. اینجا توی کانال دیجیتال آکادمی آموزش 0 تا 100 و سطح مبتدی تا سطح پیشرفته رو براتون توضیح میدم و هر سوالی هم بود تو کامنت ها بگید، من پاسخگوی سوالاتتون هستم. دوستان شرکت مایکروسافت آفیس ارزم بزرگتون که نسخه های خیلی متفاوتی داره. زمان قدیم نسخه های 2000 تا نسخه 2021 عرضه شد و حالا بهتون میگم پیش نیازهای این نسخه ها چیه. اگر دوستان ببخشید حواسم پرد دکتر هستم اگر نسخه 2016 رو دارید فقط کافی 1 گرم داره، 1 گرم کافیه. 2019 بعد کم اطلاعات سخت افزاری بیشتر باشه و اگر نسخه 2021 دارید باید دیگه 4 گرم داشته باشید، 4 گیگ فضای ذخیره سازی داشته باشید. خلاصه الان که نسخه 2024 یکم امکانات باید بیشتر بالا باشه. دوستان شرکت ورد از زمان قدیم، یعنی از سال 1983 یعنی 40 سال پیش بوده و اون زمان که کامپیوترام به صورت سنتی بوده وجود داشته. حالا پس ویدیو رو حتما دوستان لایک، کانال دیجیتال آکادمی رو سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن رو حتما فعال کنید. اگه سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید. دوستان ویدیو دوستان توی ورد ببخشید دوستان توی هم ورد که ببینید دو زمان نیو شما بلانک داکیومنت و تمپلیت های خیلی متفاوتی رو دارید اینجا میبینید. تو زمان نیو توی زمان هوم شما میتونید ریسنت چیزهایی که اخیراً ازش استفاده کردید رو بتونید از اینجا استفاده کنید. اما تو زمان نیو الان بر بلانک داکیومنت ها دوستان اینجا شما میتونید تمپلیت های خیلی متفاوتی رو از اینجا انتخاب کنید. حتی میتونید باگ های خیلی زیادی رو حالا دوستان اینو یادم رو حالا هر سال مایکروسافت هی داره آپدیت میکنه. اگر مشکلی بوده برطرف کرده، اگر باگ چیزی داشته بازم برطرف کرده. تو این بخش هایی که دارید میبینید شما میتونید تمپلیت های متفاوتی رو از این زمینه انتخابش بکنید. مثلا من بیزینس رو انتخاب میکنم و اینو بهم تمپلیت های بیزینسی رو بهم میگه کم باید حرف کنیم. راستی یکم منتظر میشیم. تو زمانه اوپن هم شما میتونید فایلی که داکس فایلی که مربوط به ورد هست رو باز کنید. میتونید اخیراً از همونجا چیزایی که چیز کردید، یعنی چیزایی که اخیراً ذخیره‌اش کردید رو از تو اوپن هم قابل استفاده هستش. یه بک بزنم یا تو ادیکشن ببینم چرا بالا نمیاد. کنه من فصله دوستان کلن ویدیوم قطع شد، یعنی کامل یعنی کامتازی هم بسته شد، ورد بسته شد، همه چی پرری خواستم کنم به هم. حالا من اینجا رزومه رو بزنم چرا بالا نمیاد. حالا دوستان بریم یک بلانک داکیومنتی ایجاد کنیم. خب دوستان به نظرم اینجا می‌نویسم دیجیتال. خب نگاه کنید دوستان توی این قسمت بالا شما دارین اسم فایلتون رو دارین می‌بینید داکیومنت 1. اینجا شما میتونید ریپرت کنید، آندوش کنید
و ذخیره‌اش هم بکنید، یعنی کنترل س هم بزنید یا همون کنترل اس رو بزنید سیو میشه. توی نسخه‌های 2019 و 2021 احتمال اینه که اتو سیو نداشته باشه خیلی زیاده دوستان، یعنی بخش اتو سیو توی این قسمت وجود نداره و نسخه 2019 و 2021 هم هیچ تفاوتی با هم نداره، ولی نسخه به بالاترش دیگه اتو سیو رو دارن. اگه من بیام تو بخش فایل شما میبینید حتی سیو اس و پرینت هم به این گزینه داره وجود داره. یه بک بزنم توی این قسمت من میتونید صفحه وردتون رو زوم بکنید. البته حواستون باشه که متنتون اینجا زوم نمیشه، فقط داره صفحه وردتون زوم میشه که من برمیگردم به حالت قبل. اگه بخواید متنتون رو زوم بکنید باید از توی بخش فونت رو گزینه فونت سایز کلیک بکنید و انتخابش بکنید. دوستان هر زمانه‌ای هم یک قابلیت‌های متفاوت داره، یک سری زیر مجموعه‌های ارزان بزرگتون هر کدوم دارن و هر کدومشون یه سری قابلیت‌های متفاوتی دارن. خب دوستان حالا من واسه میخوام یک تمپلت دیگه ای اضافه بکنم. میام از بخش فایل توی نیو یک تمپلت به صورت حالا خودکاری اصطلاحاً انتخابش میکنم. حالا من اینجا بذارم رزومه که اگه باز گیر نکنی یا اصلا بذارم بیزینس ببینم میاره یا نه. دارم نیاورد از اون تمپلت های دیگه استفاده میکنم. ببینید دوستان من خودم شرکت مایکروسافت آفیس خودش اومده به صورت ارزان بزرگ خودشون خودکار، یعنی خودشون آماده این تمپلت ها رو در اختیار ما قرار دادن و لازم نیست ما بیایم این تمپلت ها رو بسازیم. مثلا من یک تمپلت اینجا ارزان بزرگ اینجا ببینید که اجازه میدیم که یکم بالا باز بشه. شما میتونید تمپلت ها رو استفاده بکنید و اصلا لازم هم نیست که بیام اون تمپلت ها رو بسازیم، دستی خودش به صورت آماده اینجا به ما قرار داده. حالا این دوستان نمیدونم یک ایرادی فکر کنم داره که حالا من اینجا کریت رو میزنم، اجازه میدم تمپلت رو کمی دانلود بشه که از اون که تمپلت رو ما تو صفحه‌مون ببینیم. خب دوستان میبینید همین تمپلتمون به صورت خودکار اینجا قرار اومده. اگر دوستان توی بخش وب لایاوت بود، یعنی به اصطلاح اینجوری بود، اصلا نگرانش نباشید. میاد تو این قسمت پایین و پرینت تو این قسمت پرینت لایاوت رو کلیک بکنید که برگرده. که من اینجا اجازه بدید من این رو به کنار بذارم. اینجا حالا من اصطلاح می‌نویسم دیجیتال و می‌بینید دوستان خیلی کار میتونید با این انجامش بدید. حالا شاید با خودتون سوال کنید بگید که اون بلنک داکیومنت یا اون صفحه سفیدی که ما ایجادش کردیم کجاست؟ معمولا ما بخوایم ببندیمش خب بهمون چیز میکنه دیگه، بهمون پیغام میده که میخواید سیو بکنید یا سیو نکنید. نگرانش نباشید دوستان. تو این قسمت میبینید همونجوری که دارید میبینید دوتا ارزان موضوعتون دو صفحه برامون ایجاد شده که ما میتونیم بهش جابجا بشیم. میتونیم بیایم اینجا و اینجا پس صفحه دیجیتال صفحه خالیمون هم ببینیم. دوستان این نکته دیگه که من قبل ویدیو نگفتم، اینجا شما کلاس کنید، مینیمایز کنید ارزان بزرگتون، مینیمایز کنید ارزان بزرگتون که صفحه رو کوچیک و بزرگش بکنید. حالا اصطلاحاً من میام تو زمانه اوپن نگاه کنید دوستان. تو زمانه اوپن یک بخش ریسنت داره که داکیومنت ها و فولدر ها رو شما میتونید اینجا
انجامش بدید و چیزایی که میتونید در این قسمت پینش بکنید رو میتونید از اینجا انتخاب کنید. توی آندراور شما میتونید به صورت فضای ابری اون فایلتون رو ذخیرهش بکنید. توی دیسپیسی میاد تمام فایل های دیسپیسیتون رو اینجا قرار میده و حتی میتونید توی این قسمت هم سرچش رو سرچ کنید و اینکه از درماتون استفاده کنید. add a place میتونید باز از فضای ابریتون استفاده کنید. یه ویدیو اختصاصی میگیم در مورد add place توضیح کامل مفصل رو خواهیم داد. و بخش مهمی که این قسمت داره گزینه بروز هستش. اگر روش کلیک بکنم میاد این قسمت و ارزم بزرگتون رو من اینجا نمیدونم چه چیزایی ورد دارم که میدونم اینجا وردی هم نداریم. اسم من یک چیزی من اصطلاحاً ذخیره‌اش بکنم دوستان. من بک میزنم میخوام ازم بزرگتون که این تمپلت رو من اینجا ذخیره‌اش کنم. میتونید دوستان از این قسمت کنترل اس بزنید، میتونید هم کلید میون برای کنترل اس رو بزنید اینجا سیوش کنید. من بیام اینو توی دسکتاپ ذخیره‌اش بکنم. خب دوستان به محض که من الان کنترل اس رو زدم فایل من تغییر کرد شد دیجیتال و متنی که توی تمپلت بنده بود. حالا من زمانه فایل روی اوپن کلیک میکنم و گزینه بروز رو میزنم. خب میام توی دسکتاپ توی دسکتاپ ذخیره شد. خب همونطور که دارید میبینید این رو انتخاب میکنم. شما دوستان از این قسمت میتونید فرمت های دیگه رو اینجا انتخاب کنید که همون فرمت ها رو ساپورت میکنه. حالا ما میخوام اینو اوپن کنم دوستان. میتونید راحت روش کلیک بکنید و روی اوپن بزنید. یک ارزم بزرگتون یک فلش رو به پایین داره، من روش بزنم اوپن که دوستان به صورت خودکار اوپن وارد میکنه ورد. اوپن رید اونلی میاد فقط اجازه بهتون میده که اون چیزاشو بخونه و هیچ تغییر نمیتونید روش انجام بدید. اوپن اند کپی شما فقط میاد از فایل اصلیتون یک کپی میگیره و اگر تغییرات مثلا توی کپی اعمالش بکنید توی فایل اصلیتون ارزم بزرگتون چیز اتفاق نمیفته، یعنی فایل اصلیتون خراب نمیشه و روی فایل کپی شده میتونید تغییرات رو اعمال بکنید. اوپن این براوز میتونید این رو به صورت مرورگر حالا باز کنید. اگر HTML یا هرچی داشتید ببخشید اگر HTML چیزی داشتید میتونید با مرورگر باز کنید. اوپن واید ترانسفورم هم شما میتونید قابلیت رو ازش استفاده بکنید. اوپن این پروداکت ویو اگر اینو میتونید به صورت عمد فایلتون رو باز کنید، یعنی اگر میخواید از این فایلی از این که گرفتید حالا اون فایل به دلیل حالا مثلا مشکل ویروسی یا چیزای ناامنی که داره شما میتونید اوپن این پروداکت ویو انجام بدید. اوپن اند ریپر که همون اگر مثلا سیو نکردید و ولی به هر دلیل سیستمتون خاموش شد، سیستم هنگ کرد، ریستارت کنید اینا، اوپن اند ریپر میاد تا جایی که فایلتون رو ذخیره کردن اونا رو برمیگردونه. و دوستانی که بدونید که دوستان هر دم هر چی که تغییرات رو تو متنتون اعمال میکنید حتما سیو بکنید که به مشکل ارزم بزرگتون نخوره. الان من میتونم اینجا اوپن رو کامل بزنم و فایل اوپنم برای باز میشه و اون فایلی که ذخیره‌اش کردم برام باز میشه. خب دوستان از این ویدیو هم تموم شد. اگر دوستان از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک، کانال دیجیتال آکادمی اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن رو حتما فعال کنید. خیلی مخلصیم. تا درس بعدی آموزش ورد شما با خود بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.